احمد مسعود گفت که به خاطر صلح آماده است جنگ را بس کند، اما به طالبان شرط گذاشت. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود گفت که از پیشنهاد علمای افغانستان برای قطع فوری جنگ در پنجشیر استقبال میکند. احمد مسعود روز یکشنبه 5 سپتامبر در صفحه رسمیش در فیسبوک گفت امید دارد گروه طالبان به این خواست علمای کرام لبیک گفته گام‌های عملی بردارد. جبهه مقاومت ملی حاضر است به خاطر رسیدن به صلح پایدار در صورتی که گروه طالبان به حمله ها و تحرکات نظامی خود در پنجشیر و اندراب پایان بدهد جنگ را فوراً متوقف نموده امیدوار است با علما و مصلحین در یک گردهمایی بزرگ به گونه همه‌جانبه گفتگوها را ادامه بدهد، گفته شده است در پیام احمد مسعود. جنگ میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی در ولایت پنجشیر روز ششم است که ادامه دارد. هر دو جانب ادعا میکنند که در روزهای گذشته پیشروی داشتند و به یکدیگر تلفات وارد کردند. به دست آوردن اطلاع دقیق و تصدیق شده درباره رویدادهای پنجشیر فعلا مشکل است. ادامه درگیری در پنجشیر بعضی از نگرانی ها را درباره احتمال جنگ شهروندی در افغانستان به وجود آورده است. عطا محمد نور رئیس حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ هشدار داد که ادامه حمله طالبان به پنجشیر باعث به جنگ دیگر در کشور می شود. رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 5 سپتامبر با سفر 3 روزه وارد افغانستان شد. پیتر ماورر نقشه دارد که از بیمارستان‌ها و مرکزهای حمایت از قربانیان خشونت دیدن کند. ملاقات او با کارمندان صلیب سرخ و مقامات محلی در افغانستان نیز در نظر است. حالا گروه طالبان نظارت بر این کشور را به دست دارند، ولی تا هنوز حکومت نوی خود را تشکیل نکرده اعتراف بین المللی را هم به دست نآورده است. افغانستانی ها از جنگ 40 ساله اذیت کشیدند و حالا برای تبابت وصیت شدن باید صلح کار کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ به نتیجه رسید که اینجا بماند و در برقرارسازی یاری کند، گفت ماورر و افزود آینده افغان ها به ادامه سرمایه گذاری جهانی بیرون وابسته است.